فیلم کوتاه‌مدتی کوسه کارگردان تاجیک محیدین مظفر بر روی خط فستیوال بین‌المللی فیلم‌های اسلامی قزان شامل شد. فستیوال در شهر قزان جمهوری تاتارستان از 5 تا 11 سپتامبر سال روان برگزار گردیده کوسه یگانه فیلم است که تاجیکستان را در آن معرفی خواهد کرد. فکر میکنم که با این فستیوال راه یافتن یک کار معمولی هم نبود، تصادفی هم نبود، زیرا با طبق اطلاعی که ما گرفتیم از میان 700 داوطلبی که در این فستیوال راه خواهد گرفت تنها 60 فیلم گذاشت و این البته موفقیت اولین فیلم و موفقیت اولین ساخت سینما است که دادا التماس روید خوب کنید. فیلم درباره زندگی سه نسل پدر بزرگ، پدر و فرزند قصه میکند. پدر خاندان تمام تلاش و عمرش را برای تربیت و به وای رسانیدن یک فرزند خود میبخشد تا او محتاج چیزی نشود، اما وقتی فرزند بزرگ می شود حرمت پدر را به جا نمی آورد. موسفید خیلی عذاب می کشد. فیلم با این خلاصه می شود که پسر خیلی دیر اشتباه خود را درک می کند. او نمی تواند از پدر عذر پرسد، زیرا پدر الکی دنیا را پدرود گفته است. در همون نقش پدرم را غم میدادم و نفرت خطی نگاه میکردم، جیگرم میسوخت. نمیتونستم، نمیخواستم که پدر خود را رنج دیم، اما این نقش بود. برای هر یک ما باید پند باشد که پدر خود را عذاب ندیم. فیلم 25 دقیقه‌ای کوسه که سال 2015 روی صحنه آمد در آزمون فیلم‌های کوتاه مدت میان 9 فیلم کوتاه مدتی دولت‌های افغانستان، بحرین، هندوستان، عراق، روسیه، سوریه و ایران برای گرفتن شاه جایزه رقابت خواهد کرد. تهیه‌گران فیلم به موفقیت آن نیکبین هستند، زیرا میگویند پیشنهاد آن برای تماشابین کاری ساده نبود. مثلا اون کلبه‌ای که انتخاب شد، اون محیطی که انتخاب شد یکم در سینری موافق بود، اما اونا بازم کمتر تعمیرها کردن در کلبه، چی حولین بیرون چی داخلی کلبه ها را همه میره قریب که از نول شروع کردیم و خیلی یک تجربه کلانم بود البته برای من. فستیوال جهانی کینوی اسلامی قزان سال 2005 تحت شعار مکالمه فرهنگ‌ها در پایتخت تاتارستان برگزار می شود. کوسه یگانه فیلم که امسال تاجیکستان را نمایندگی خواهد کرد، اولین فیلم مؤسسه دولتی ساخت سینما بوده، ثبتش دوام 8 روز ادامه یافته است. هیئت هنرمندان فیلم ختم کرده های مکتب های عالی هنری هستند.